کاتبدا ایزم خب مزه پختنش کی بخدایی عسکری قطاری لطیف زاده ای صد قلبشم چی میگو رفیق سرشینا؟ قائل کردی جوره یک جوان مردی و شجاعت نشان دادی در میدان جنگ آفرین آفرین ای اینجا میدون جنگه خونه بواشت ای اینجا که اومدی جنگ مینی فورت نفورت نباشم این فاشیستا قوری باتا میکنم اینطور باشد گوش کن آشنا میدان جنگ تصور میکنیم از پیش 6 نفر فاشیست به هجوم گذاشتند عملی شما چیکار مینم؟ من یک وظیفه دارم نه کمونه میگیرم و زریع تیرشو مینم تمام؟ آفرین برای شجاعت گوش کنید حالت دیگر شما در میدان جنگ هستید و از پیش 3 نفر فاشیست از شب هم 3 نفر فاشیست و از طرف راست هم 3 نفر فاشیست به هجوم گذاشتند عملی شما ای صد قلب شمه رفیق سرشنم اول چیکار مینم راست بگم اول همه ایشکم سیر مینم انا بعد همه کمونه میگیرم و سر یک تیرشو مینم انا میخیل کار آفرین درست احسن من به شما باوری دارم گوش کنید شما در میدان محاربه جنگی هستید خوش یک حالت دیگر از 4 طرف فاشیست ها به هجوم میگذارند صد قلب شمه من نه تنها در پیش بابو اچم بلکه در پیش تمام مردمی غیر محایط و تاجیکستانی عزیزم قسم خورده بودم که فاشیستا را در زمین خاک ثابتی اگر زدن نبرم شو خونه نمیام ها باز یک تانک دیگر به هجوم گذاشت عملیاتی شما تانک را باشد در گرانت میپرتایم تمام درست آفرین حالتی دیگر شما در میدان جنگی خوش یک روته فاشیست ها در پیش 3 تانک اسپاسیون های بلندی بیاید ها به هجوم گذاشتن نگفتن امانت باز یک سمالیات فاشیستی میشرش باش بالای سر شما پیدا شد خوش عملی شما کنی سرشنه جونه ای صد قلب بشم یک سوال بتم ممکن چرا نه ای سرشنه جونه ای صد قلب بشم تو جونی منی یکی دارم میارم سویسی تو قمنم آخی تو قمنم من پولی سالداد میمونم نصیبه مونه بخریم تو با کردم